خیلی ساده اگه بخوایم موضوع رو ببینیم، بعد از یه سنی که نوزاد فرق پدر و مادرش رو با بقیه آدم‌ها تشخیص میده و میفهمه این دو نفر هستن که همیشه همراهیش میکنن و نیازهاش رو برطرف میکنن، یک نگرانی پیدا میکنه که مبادا این دو نفر رو از دست بده یا اونا تنهاش بذارن. و خب فکر میکنم این خیلی قابل درکه. خود ما هم خیلی وقتا نگران عزیزانمون میشیم یا نگران از دست دادن شغلمون میشیم و حتی ملموس‌تر خود ما هم وقتی از کودکمون فاصله میگیریم دچار یک اضطراب خفیفی میشیم و دوست داریم خیلی زود دوباره کودک عزیزمون رو ببینیم و بغلش کنیم، چون بچه‌ها منبع انرژی و شادی ما و همینطور کودک هم ما رو منبع اتکا و مراقبت از خودش میدونه. به هر حال این یک مشکل گذراست، ولی نحوه مواجهه با اون میتونه تأثیر طولانی مدت در روان کودکمون داشته باشه.